یه وقتی خیلی زنکا میگفتن دخترم و دوان نمیتن و چای چپا نمیتن. باز همون زنکا زوره دارن که بچم گوشت ارزان کن. انا که زمانه را دیدیستی. زمان شد زمانی پولپرستی، بلند پروازی ها در حال مستی. سلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. بله، زمان شده است که همه پول را دوست می‌دارند، همه پول پرست و مال پرست شدند. هیچ کس در بین انسان ها قدر و قیمت، مهر و محبت، مهر و وفا نسبت یکدیگر فهمی نمانده است. بله، هر کس میخواد که پولدار و مالدار باشد، اما قدر آدمی از بین ما انسان ها رفته ایستاده است. این چوپان بچه که نوار کرده است و خودش را در سامانه های اجتماعی پهن کرده است، نخواستم رویش را نشان دهم، زیرا که این درد دلی خود را گفته است. شاید به شخصی که اظهار دل کرده باشد و آن شخص گفته باشد که شاید آن دختر گفته باشد که تو چوپان هستی، ما موافق دیگر نیستیم. بله، این زمان بعضی بای بچه ها، بعضی بای ها، خواه مرد باشد خواه زن، با چوپان ها هم همکاری میکنند. با سبب چی؟ با سبب آنه که گوشت ها ارزان شود. البته وقتی آن رسیده است که چوپان ها هم صاحب مال و ملک شده ایستادند. بر همه ما و شما معلوم است که عین حال نرخ گوشت تا 60 تومان شده ایستاده است. برای چی؟ در بین ما انسان ها یکدیگر فهمی نمانده است، مهر و محبت نمانده است، همه پول را دوست داشتیم. برای چی پیش در دوره های پیش پدر کلان های ما یعنی باباهای ما چنین نبودند و در بسیار معرکه ها میشنیم همه از مهر و محبت صحبت میکنند. میگن که آن زمان ها پول پرستی نبود، آن زمان ها هیچ کس به چیز اهمیت نمیدادند و زمان شده است که همه پول را دوست می‌دارند، مال را دوست می‌دارند. برای چی؟ برای که قدر و قیمت نمانده است، همه نیست و نابود شده است.